سلام دوستان، من مهدی هستم. به کانال من خوش اومدید. من خیلی وقت بود که دوست داشتم تحلیلایی که روی بازارهای مالی داشتم رو بتونم با افرادی که علاقه‌مندن به اشتراک بذارم. بالاخره شروع کردم به انجام این کار. قصدم اینه که بازار سهام ایران و بازار سهام جهانی و بازار ارز دیجیتال رو با هم دیگه تحلیل بکنیم از نظر تکنیکالی و یه سری نکات آموزشی هم در رابطه با تحلیل تکنیکال خدمتتون بگم. فقط نکته متمایز کانال من با بقیه که سعی میکنم اینطوری باشه ساده سازی این کار هستش. من خودم دوره‌های خیلی زیادی رو که حالا چه به شکل آنلاین بوده یا کلاس رفتم یا کتاب خوندم، اینا رو با هم دیگه نگاه کردم و بررسی کردم. عموما از واژه‌های خیلی سخت و سنگین استفاده میکنن و حالا حتما باید افراد به یه سطحی برسن که بتونن این اصطلاحات رو متوجه بشن که دقیقاً منظورشون چیه. من کاری که میخوام انجام بدم اینه که بتونیم خیلی به زبان ساده، خیلی روون بتونیم با هم دیگه راجع به این مسائل صحبت بکنیم و نکات آموزشی رو هم من براتون داشته باشم.